قبل از اینکه بخوایم در مورد مسائل پشت پرده این جنگ بدونید، لازم است که این برنامه رو با چند سوال اساسی شروع کنیم و این سوالات به این ترتیب هستند: چرا اسرائیل و سازمان امنیتی موساد در ساعات اولیه حمله حماس اعلام کردند که در جریان این حمله نبودند؟ و چرا پس از گذشت یک روز رئیس موساد و بنیامین نتانیاهو اعلام کردند که ما 2-3 ساعت قبل از این حمله باخبر بودیم؟ سوال اساسی که مطرح میشه این هستش که اگر از این حمله اطلاع پیدا کرده بودند، علت عدم جلوگیری از این حمله چه بوده است؟ دومین سوال این است که آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران دستور این حمله را به حماس صادر کرده است؟ نقش جو بایدن و رضا پهلوی در این حمله چه بودند؟ و در نهایت آیا حماس همان فلسطین است؟ باید بدونید که حماس در واقع یک گروه نیابتی مانند طالبان، القاعده و داعش است که از چندین گروه و جناح سیاسی مانند جمهوری اسلامی برای مبارزه با اسرائیل در خارج از مرزهای خود، آمریکا و اروپا به عنوان کمک دهنده‌های بشردوستانه به نوار غزه و اسرائیل برای جاسوسی و دریافت اطلاعات نزدیک مرزهای خود تغذیه مالی میشد. از کشور فلسطین هیچ ربطی به گروه افراطی حماس ندارند. چیزی که باید شما بدونید این هستش که با توجه به اینکه در اسرائیل علیه سیاست‌های داخلی و خارجی بنیامین نتانیاهو از طرف مردم و دیگر جناحین سیاسی تظاهرات به وجود آمده بود و از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو ایران رو تهدیدی علیه منافع خود و اسرائیل می‌دانست. What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. So tell us why it's the number 1, 2, 3 threat. Iran is trying to build an empire, an aggressive empire. و پس از شکست انقلاب زن، زندگی، آزادی و کشته شدن بچه‌های بیگناه در ایران، طی جلساتی با رضا پهلوی تصمیم گرفتن تا با استفاده حربه حمله حماس به اسرائیل ایران رو مقصر این فاجعه بدونن تا بتوانند به رژیم جمهوری اسلامی حمله نظامی صورت دهند. اما این سناریو نیازمند یک محرک قوی می بود که بتواند آمریکا را هم وارد جنگ کند، زیرا که اسرائیل بدون حمایت و تأمین آمریکا نمی توانست به ایران حمله کند. این اساس بنیامین نتانیاهو به گروه کوچکی از حماس به صورت پنهانی پول پرداخت می کند تا با یک نمایش اکشن مانند فیلم های سینمایی در یک فستیوال موسیقی که از سراسر دنیا از جمله شهروندان آمریکایی که در این مراسم حضور پیدا کرده بودند به سمت اسرائیل چندی موشک پرتاب بشه تا نتانیاهو بتواند وضعیت اضطراری جنگی اعلام کند و هم تظاهرات مردمی علیه خود را ساکت کرده و تمامی دولت مردان یهودی و اسرائیلی را برای یک هدف مشترک متحد کرده باشد و با کشته شدن شهروندان آمریکایی بتواند از قانون اساسی آمریکا استفاده کرده باشد و پای جو بایدن و آمریکا را هم به جنگ بکشاند. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی و جو بایدن از این موضوع اطلاع پیدا کردند و فرصت رو غنیمت شمردند تا هر یک به منافع سیاسی خودشون دست پیدا کنند. جو بایدن که خود را در مرحله استیضاح در سنای آمریکا میدید
و از طرف بسیاری از افراد مجلس سنای آمریکا به همکاری در معاملات نفتی و گازی در کشور اوکراین توسط پسرش هانتر بایدن متهم شده بود. روز پنجشنبه کمیته نظارت مجلس نمایندگان روند استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری این کشور رو کلید زد. جو بایدن از این فرصت به دست آمده استفاده کرد تا افکار عمومی رو به انحراف بکشه و اخبار رو به سمت خاورمیانه ببره و از استیضاح خودش در پایان ریاست جمهوریش جلوگیری کنه. از سوی دیگر در کشور آمریکا تورم اقتصادی ناشی از بی‌مسئولیتی بایدن رو به افزایش بود و برای وارد شدن به جنگ با ایران میبایست هزینه زیادی رو در این شرایط بد اقتصادی با آمریکا تحمیل میکرد. از این رو تصمیم گرفت که اخبار رو به گونه‌ای منتشر کنه که ایران در این درگیری هیچ نقشی نداشته و از سران جمهوری اسلامی درخواست کرد تا دخالتی در این جنگ نداشته باشند. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی که از این نقشه بنیامین نتانیاهو خبر شده بود تصمیم گرفت که همزمان با این نمایش جنگی راکت‌های بیشتری را از طرف گروهی از حماس که رابطه خوبی با رژیم جمهوری اسلامی داشتند به اسرائیل پرتاب کنند تا به کشورهای همسایه بفهماند که اسرائیل کشوری نیست که بخواهد امنیت شما را تضمین کند. اشتباه میکنن، به قول اروپایی‌ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به او باشه. نباید این اشتباه رو بکنن. رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی به حامیان و طرفداران داخلی خود ثابت کرد که میتواند در صورت نیاز اسرائیلی را که در داخل خاک ایران چندین عملیات تروریستی انجام داده بود، از جمله کشته شدن فخریزاده، انتقامی رو که به حامیانش وعده داده بود بگیرد. حالا باید دید که مهره‌های سیاسی کشورهای دیگر چطور میتوانند از یک فاجعه بزرگ انسانی که به نظر بسیاری از کارشناسان با عنوان شروع جنگ جهانی سوم یاد شده جلوگیری کنند. Battle today is between Russia, China, and America. In between is India. The world's coming apart this way right now. We're going to go to war. That's a very grim note to end with, but that's the... It always goes to war when the money dies. I flew for the U.S. Marine Corps in Vietnam twice. 2 years. I know what war is. I went to school for it. I see it. و باید دید که چطور بنیامین نتانیاهو در این باطلاقی که به وجود آورده و خشم دوباره اعتراضات جامعه اسرائیلی و یهودی رو نسبت به ضعف دولتش در واکنش به این حمله برافروخته رهایی پیدا میکنه و در نهایت این وسط قطعا بازنده واقعی مردان، زنان و بچه‌های بیگناهی هستند که اسیر طمع و جاطلبی دولت مردانشون در قرن 21 قرار گرفتند با امید دنیایی بدون جنگ.